سلام برای بچه دوست داشتنیم، خوش اومدید به چنل ابوالویتی. داشیا امروز آوردم اتچمنت ها رنده کن ها. یعنی برید رنده میکنی. اتچمنت اولی 117 اصلا جردهنده، اصلا سرویس. برو داخل بازی اصلا همه میگن این چیه، چیت زده آجی، این بات بره اصلا بناز اتچمنت خدا. این بدون پرکه 117 بدون پرکه، حالا با پرکش دیدید خدا عالی آجی. بچه اتچمنت ها رو واسه تون میذارم وسط ویدیو، با دقت نگاه کنید. گنده وسط صفحه گذاشتن که ببینید. خب حالا بدیم با پرکش یه دقیقه بذاریم. خب این متکن نمیخوایم فعلا، اوکی. ببینید فقط نگاه کدا رو. خب ای فاصله نزدیک از دورم میزنیم. بنازم عالی آجی، بنازم واسه اتچمنت خدا عالی عالی. بنازم اصلا جو میده بری داخل بتل، فقط ایزولیتد جر بدی. خیلی خوب. اینم از اتچمنت 117. الان از دور هم بزنیم، از فالکای دور. نقطه زن لگت گیریش خدای عالیه. فقط یه 5% لگت داری که خودتون با انگشت مبارکتون زحمت بکشید تو صفحه نگه دارید دیگه کنید. این هم از اتچمنت 117 بچینید. 5 ثانیه دیگه اتچمنت 117 دیگه بردارید یه شاتی دیگه. صرفمون گرفت. خب این اتچمنت مکتم با پرکشه، یا حالا با پرک برداشتیم، مثلا با پرکش هم کلی بگیریم، با پرک لجندشه. عالی عالی رنده کن هستن واسه بچه های پینگ رفت بالای دیگه. اصلا واسه بچه ها SNG باز خدا اصلا جردهنده. حالا پرکارم بندازیم بدون پرک عالی. اصلا پرک تأثیری نداره انگار روش. ببینیم چرا، اصلا کار خودشو میکنه. هیولا کار خودشو میکنه. حالا پرک خشاب اضافه میکنه فقط بهش دیگه، نه اصلا تأثیری نداره. داشمون خودش جنگیه، جر میده. عالی بنازم. حالا بریم HS. به به ماشاءالله. میسا هم کم نیست، کل شاتا میسه دن سرویس. یه داشولتون پیر شده میس. همه کل ویدیو فقط دارم میس میدن دارم سرویس. اتچمنت بدون پرک، یعنی بدون پرکش 20% مواقع مثلا وان شات نمیکنه دیگه، 80% مواقع وان شات. حالا اینجا نزدیک دارم میسونه. عالیه خدای اتچمنتش خوبه، خدا وکیلی اتچمنت خیلی خوب و خفنی داره. عالی اصلا. بیشتر شات وان شاتی، مگر اینکه یه فاصله چیزی باشه. عالی بنازم عالی. مشتی گنگی پروفسوری عالی بنازم عالی. واجه این اتچمنت ها رو بچینید، برید میسو نگاتو رو خدا. این اتچمنت HS بچینیدش حتما، عالیه. خب بچه ها دمتون گرم. فعلا تا ویدیوهای دیگه، خدا.